27 ساله از تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه با آن عیبدار می شود که هنگام مناقشه اویلوی با همسر 27 سالش از ازبکستان مشتش اشتباها خطا رفته به سر پسر 2 ماهش برخورده است. کودک بیچاره از قضا هنگام مناقشه والدانش در دست مادرش بوده است. این حادثه در یک منزل در کوچه انگلیس در ناحیه ویبورگ روی داده است. کودک را در حالت وزنین صبح 13 ایول به بیمارخانه شهری کودکانه رقم 2 آوردند. به گفته طبیبان بر اثر ضربه مغز سر کودک جراحات وزنین برداشته، کوسه‌خانه سرش شکسته است و طفل نوزاد کنتوزیا گرفته است. وضع سلامتی او وزنین ارزیابی می شود و طبیبان برای نجات جانش مبارزه می برند. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی، والدان کودک اول گفتند که او خودش ناگهان افتاده جراحات برداشته است، ولی پلیس به این فرضیه باور نکرده است. هنگام بازپرسی مادر کودک اقرار کرده است که پدرش هنگام مناقشه میخواست او را بزند ولی مشتش خطا خورده به سر کودک رسید. بر اساس عریضه مادر کودک پدر مشزور او را دستگیر کردند. اول نسبت به وی با اتهام ویران کردن قانونهای مهاجرت پروتکل ترتیب دادند، ولی علیه شام شنبه اعلان شد که نسبت به این زاده تاجیکستان بر اساس قسم دوم ماده 111 کودکس جنایتی روسیه با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی کودک خردسال پرونده جنایتی گشوده او را به حبس گرفتند. تفتیش این پرونده را مقامات تفتیشاتی ناحیه ویبورگ پیش میبرند. به پدر مجدور اکنون بر اساس این بند قانون تا 10 سال زندان تهدید میکند.